باقی بود مال پیغمبر. خود پیغمبر نخلهاش رو کاشته بودن، آبیاری کرده بودن. بعد از شهادت پیغمبر رسید به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حضرت این رو فروختن، یک مبلغ خیلی زیادی میشه. همه رو هم تقسیم کردن بین فقرا. آمدن خانم حضرت زهرا عرض کردن آقا جان شما گرسنه، همه ما گرسنه، از این باغ چیزی ماند با خودتون بیارید. حضرت فرمودن نه. میدانی چرا نیاورده؟ عرض کردن نه، اینو برای بیان است برای ما. فرمودن ترسیدم، اشفقت برای این که هل ارا وجوها دل السؤال، ترسیدم یه عده‌ای به ذلت سؤال بیفتن. قبل از این که دستشون رو مقابل کسی دراز کنن گفتم برم به فریادشون برسم، دست چرا کسی دراز نکنن.